دوستان امیدوارم که عالی باشین، درسای قبل رو هم خوب کار کرده باشین. این بخش میخوایم از چیزهایی که تا الان یاد گرفتیم استفاده کنیم. بحث شیرین و جمله سازی و با جملات ساده شروع میکنیم که با فعل زین میخوایم جملات رو شروع کنیم به ساختن، یا همون فعل بودن که اولین جمله این هست. میخوایم بگیم که من یک دانشجو هستم، که دانشجو یا دانش آموز دوتاش اشتودنت هست. اگر بخوایم بگیم که من یک دانشجو هستم باید به این شکل بگیم. گفتیم من توی زبان آلمانی که یک ضمیر فاعلی هستش میشه ایش. هستم میشه بین. ein گفتیم زمانی که بخوایم یک نفر یک چیز رو بخوایم خطاب کنیم همیشه از یک استفاده میکنیم. پس میشه ich bin ein Student. چرا ein Student؟ چون من یک دانش آموز مذکرم و زمانی که بخوایم یک مذکر رو بگیم میگیم ein Student، ein Lehrer، ein Vater. مذکر و خنثی برای آرتیکل یکش دوتاش ein هست. و جمله بعد تو یک پسر هستی. Du bist ein Junge. Du bist ein Junge یعنی تو یک پسر هستی یا تو هستی یک پسر. ببین دوستان زبان آلمانی دقیقاً مثل زبان انگلیسیه. اول فاعل میاد، فاعل همون انجام دهنده کاره، بعد فعلش میاد یا همون کاری که انجام میده. به این شکل دو بیست هستی. چی هستی؟ ein Junge. تو هستی یک پسر. چرا ein Junge؟ چون مذکر هست. جمله بعدی او یک معلم هست. معلمی که مذکره پس میشه چی؟ ضمیر فاعلی او هستی که برای مذکر به جای بگیم هست میشه ist. چی هست؟ یک معلم. پس آرتیکل معلم که در لغا میشه برای مذکر میشه ein Lehrer. او یک معلم است، معلم مذکر. ist ein Lehrer. برای سوم شخص، برای فعل بودن، برای سه تا جنسیت مذکر و خنثی و مؤنث از است استفاده میکنیم. زمان خواهیم بگیم او هست، مذکر، مؤنث یا خنثی، از است استفاده میکنیم. و جمله بعد او یک بچه است که میشه اس، چون بچه یک اسم خنثی هست میشه اس. است هست. چی هست؟ ein یک kind بچه. او یک بچه است. جمله بعد او یک مادر است. او یک مادر است. گفتیم چطور جمله ساخته میشه؟ میگیم او است یک مادر که به این شکل میشه او میشه زی، است میشه ایست، یک مادر میشه eine Mutter. چرا eine Mutter؟ چون گفتیم آرتیکل یک برای مؤنث آینه هست که میشه زی یعنی اوی مؤنث، ایست یعنی است، آینه یعنی یک، موتا مادر. او یک مادر است. جمله بعد ما دانش آموز هستیم که میشه wir sind Schüler. wir ما sind هستیم، Schüler دانش آموز هستیم. جمله بعد شما دوست هستید. شما گفتیم چی میشه؟ میشه ihr seid یعنی هستید. چی هستید؟ Freunde. Freunde که جمع Freund هست میشه ihr seid Freunde. شما دوست هستید. آنها معلم هستند میشه sie sind Lehrer. ببین دوستان Lehrer خودش جمعش هم هست، یعنی جمعش دقیقاً مثل مذکر نوشته میشه. زمانی که می‌نویسیم ein Lehrer یعنی یک معلم، یا Lehrer خود Lehrer که به یک شکل هست که میشه شما آنها معلم هستند میشه sie sind Lehrer. حالا میخوام بگیم شمای مؤدبانه. شمای مؤدبانه یا همون شمایی که رسمی هست. مثلا یه نفر رو میبینیم ولی بهش میگیم شما وقتی میخوایم مؤدبانه یا رسمی خطابش کنیم.
پس میگیم شما زی زینت هستید. چی هستید؟ freundlich، یعنی آدم محترم، آدم مهربان، آدمی که گرم هست، صمیمی هست. امیدوارم که حتما درس‌ها رو خوب کار کنید دوستان. حتما تکرار، تمرین، یادداشت که فراموشتون نشه. موفق باشید.